امروز میخوام یه مزه عیونی درست کنم. البته مواد اولیه‌اش اصلا عیونی نیست، درست کردنش عیونی که کار هر کسی نیست. ببینید مزه گیلان چی میکنه. گیلان یعنی چی؟ گیلان. مرسی، دست شما در و ترکیب این مزه استثنایی بادمجون، گلپر، نمک، فلفل، گردو، خلیواش و چوچاق، در نهایت انار که اون ترشیشو میزان کنه. گل انار ببین. بریم سراغ گردو. اینم از گردو. بریم سراغ خلیواش و چوچاق. در ابتدا بادمجونا رو با بذاریم روی زغال. رو گاز هم میشه درست کرد ولی مزه زغال چیز دیگری است. اینم از بادمجونای کبابی. بریم سراغ اصل کاری که سیر. دوست بادمجونامون باید ساتوری بشن. نمک، گلپر، فلفل هم که اینو من بردارم میخوام یه کاری بکنم. این موادمون رو با برنج تمیز میکنیم. نکن نمیدونی چه مزه میده. اونم کال کباب ما. ببین چی شد.